اصلا من یهو افتادن دنبالم، منو اصلا چیز کرده و نشون کرده بودن، چون من هنگ نمیتونستم بگم و من تنها میرفتم دیگه. و دمون دانشگاه هست تو چیز انقلاب، یهو شب بود، موتوریه اینجوری دادم گفتن اون شهر رو بگیرید و فصل کن. تمام اونایی که گرفته بودن رو ول کردن. یهو 40 نفر ریختن سر من. یارو با موتور اومد جلوی پام نزدیک و زیرم کنه، اسفر فلفل و از یه وجبی کوبید تو چشم. اومدم دستام بزنم به چشم که بگیرم، دستامو از پشت بست با 2 تا از این بندا اونقدر محکم بسته بود رگمو حفظ نمی‌کردم. بعدش یهو که گرفتنم 10 نفری که چسبوندنم به دیوار، خوابوندنم زمین. بعد دوربینو گرفته بود جلوی صورتم، فلش رو انداخته بود، میگفت بگو اسمت چیه. بعد منو همینطوری با چشم بسته کشوندن وسط خیابون، بردن انداختن تو بند. میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد، اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اظهار پشیمونی نکردم. تو پرونده‌ام نوشته مجرم اظهار پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست اظهار پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات دیدم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد کردم، واسم ایسترام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی. حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم. آخ بیام بیرون آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم همشو میگم. to blame.